خوانندگان بعضی از مکتب‌های ولایت تاشکند را وظیفه‌دار کردند به درس‌ها با طاقه ملی حاضر شوند. آموزگاران مکتب‌های ناحیه‌های بوستانلیق و اورتاچریق ولایت گفتند خوانندگان با توسعه مقامات در درس‌ها طاقه می‌پوشند. یک مسئول وزارت معارف ازبکستان با شرط افشا نشدن نامش گفت بعد از آن که رئیس جمهور شوکت میرزیوف پیشنهاد کرد با مقصد رشد فرهنگ نسل نورس در مکتب‌ها لباس یگانه راه‌اندازی شود، آنها همچون تجربه پوشیدن طاقه ملی در مکتب‌های ولایت تاشکند را به راه ماندند. ولی برخی از والدان در تاشکند از این اقدام نوی مقامات راضی نیستند. ساکن بوستانلیق میرجلال آتاخانوف گفت مدیر مکتبی که در آن فرزندانش تحصیل می‌کنند از تمام والدان خواسته است پول طاقه کودکانشان را بپردازند. در مکتب گفتند که پول جمع کنید برای همه خوانندگان یک خیل طاقه بخرند. من به مدیر گفتم که فرمان وزارت معارف را در این بابت نشان دهید ولی او چیزی را نشان نداد. فکر میکنم این گونه فرمان وجود ندارد. به جز این مدیر گفت بستن گالستوک هم حتمی است. افزوده است ساکن بوستانلیق. رئیس جمهوری ازبکستان تابستان سال گذشته در یک جلسه گفت جانبداری جاری کردن لباس یگانه در مکتب ها است.